درود. نمیدونم چه قراره بشه، ولی امیدوارم حداقل رو مغزتون نباشم. همین. ببین قراره این چنل روی یک محور خیلی خاصی باشه که حالا قراره توی هفته حداقل 2 ویدیو رو داشته باشیم. سعی میکنم و هر روز سعی میکنم شورت ویدیو بذارم و بعضی روزام چیز میکنم کامیونیتی پست. ولی اگه یهو نت ملی شد نگران نباشید، بنده توسط نت ملی مردم. این یک. و کلا بنده یک آدم آرومیم. برو برادر. ببینید، ماینکرافت محور نیست این کانال و قراره روی و بیشتر قرار رو گیم و اینا بچرخه، یعنی ماینکرافت محور نیست این داستان. نگران نباشید، یعنی که قرار نیست این چنل به خاطر ماینکرافت نابود بشه. بیشتر قرار رو مهارت گیم، محور گیم بریم جلو و کلا همین. تو که سواد چیزو نداری که احمق. زدمشون بپر. و این پوفیوز به سری بپره با. خب ببینید، بنده سعی میکنم یک آدم خوبی باشم و تا جایی که میتونم فحاشی نشته باشم. ببینید، خیلی قراره این کانال جالب در بیاد تا جایی که سعی میکنم خودم آدم خوبی در بیام براتون و همین دیگه. حالا ببینیم میتونیم چه غلطی بکنم. پشون چیزی بهت بگم، اینا ببینم میدونم که این وره. فکر نکنم شما آهنگی که من دارم گوش میدم بشنوید. یه جا افتادیم که اصلا گیشنیز هم پر گادپوری هم پر نمیزد. ما یه دقیقه یک چیزی نیاز پیدا کردیم. چیز نورمالی هم هست. او بده من یک بلاک، چیزی نیست. میریم میخریم با یک سورد. بابایی بیاد کی بیا بابا دهنی سرویس. غلطی نشسته اونجا کمپیده. آخه مردک بودو کار کن. عجب بدبختی پیدا کردم. من خودم میرم اتک میدم. به به چهچهانی. یکی از پینکا مونده پشمام. دوستم زدش. یکی دیگه شو مونده که اونم فکر نکنم سخت باشه زدنش. بنازم همه چیشو زدم. برادر یک گاداف هست. بنازم بریم برای بدای بعدی انشالله. خب الان باید با کدوم سمت بریم؟ از نظر من بری این سمت خیلی منطقی تر در میاد. فکر نکن من یک سال ماینکرافت بازی نکردم، برای همین این برج خیلی منطقی این بریجو گند زدم. کلا برای کمی گاداف میزن. سعی میکنم بریم جلو. سعی بر همین دارم. سلام آقای. کوینج. خب پس نابود شدیم. عالی، بنازم عالیه، بی نظیر، فوق‌العاده است.
بزنش. زدیش که انشالله. بچه عالی داریم بازی میکنیم، یعنی بی نظیره. پشم باید الان آرمور جور کنم. سعی میکنم سریع همه چیمو جور کنم و یک نوبستگی به تمام منام بنده. میدونستین که حالا اگه خواستی آموزش بدورز با متین، آره اسم متینه، راستی اینو یادم رفته و بهتون بگم اسم متینه و همینه که هست. دوست داشته باشین دوست نداشته باشین از اصفهان هم هستم، بدونید که تو بعدا تو کامنت جر ندید تو از کجا دادا از کجای؟ نداشت من از اصفهان هستم و تنها چیزی هم که بلدم صدا دخترون است. وای نه عاجب نابود شدیم. پس بنازم این دنیا بی نظیره، فوق العاده است. یک خر داره میاد. Oh, my friend is broke. مرد پشمام. ما کسی اینجا نبریم داداش، ما خصوصا شخصی به شما نبریم. میرسم تو بید از نظرم از غذایی که بهترین جواب بده. ما توش ریدم به خودم آهنگ دارم گوشونم، بعد آهنگی یهو رفت رو ریتماتیک شاخونتی انم کرد. من دوستم رو نیاز دارم. خب بابا اصلا بنازم بعد از این ویدیو یک کامیونیتی پست در انتظار شماست. لطفاً به بخش کامیونیتی پست